داشتنی تک و تنها مونده بود، تک زون آخر و یه انمی سمج لعنتی نوبسگ بادزاده او پایین کم کرده و اون کلاس لعنتیش داشت میرید رو اعصابم. ولی من واقعا با خودم به فکر بودم که باید من از این لعنتی شات نمایشی در بیارم. در نتیجه رفتم تو اسمکای خودش و یه ذره ورچه ووجه کردم که ببینم در میاد، که دیدم بعد داره با یکی چرفتش تیر میزنه. آماده بودم این شات نمایشی بزنم که کلاسش رید به همه چی منو ناک کرد. ولی اومدم بهش فوش مادر بدم که فهمیدم مشوین شد. ولی با خودم گفتم چجوری از مغز نداشتم استفاده کردم، برگشتم به عقب، بیشتر فکر کردم، فهمیدم خدایا من چطوری سلف ریوایو گیرم اومده. هم تو برگشتم به تمام اشتباهات کارهای مثبتی که تو اون 20 دقیقه مشک لعنتی انجام داده بودم فکر کردم، ولی هیچی به ذهنم نرسید. تمام ماشین ها و هر چی که سوار شده بودم رو چک کردم که متوجه این شدم که من توی راه اسکات خرمایه داشتم راش میدادم. اینجا یکیشون رو ناک کردم و یکی باتو اینجا ناک میزنم که یارو با سلف ریوایو خودشو بلند میکنه و از طرف زیپلاین در میده. حالا من اینجا زیپلاین رو میگیرم و فکر کردی فرار میکنی؟ نه گفتی دشمنی فرار گوشه‌گیره، یه دونه شات به تو بقول تمپرامنتیک خرمایشه، ولی وقتی داشتنی شات کنش دستش میشه اصلا دیگه اینا معنی نداره. و اینجا فهمیدم که سلف ریوایو از این کش رفتم و دمش کم که همه مونیاشو خرج کرد به خاطر که من مچو وین کنم. داداش ماش میکلت. اگه تا الان این اتفاق برات نیفتاده لایک این ویدیو رو بمال و اگه تا الان این اتفاق برات افتاده این چنل من وقت منو ساب کن که سریعتر دو کشیم. پس لایک و ساب این ویدیو رو بمال.